سلام و درود. من اومدم با یه بشنو دیگه با کلی دانستنی های جالب. خب بچه ها، اگه گفتین آرامگاه پروین اعتصامی در کدوم شهر قرار داره؟ اصفهان، تبریز، قم، ارومیه؟ شهر قم. آرامگاه پروین اعتصامی توی شهر قم قرار داره. نکاتی در مورد مسواک زدن که خیلیا نمیدونن. مسواک نرم یا سافت بخرید. مسواک رو کنار توالت نذارید چون محیط آلوده است. برای مسواک خیس در پوش نذارید، باعث رشد باکتری میشه. خیلی محکم مسواک نزنید، باعث سایش لثه و دندون میشه. دلایل روانی کاهش میل جنسی در مردان رو بدونید. افسردگی و استرس، خستگی و کار زیاد، گرایشات همجنسگرایانه، اختلافات و مشکلات جدی با همسر، استرس های محیطی، ترس از عدم موفقیت در رابطه. طاق کسری که از آن با عناوینی مثل طاق خسرو، ایوان خسرو و ایوان مدائن زیاد میشه که یکی از زیباترین آثار تاریخی بجامونده از دوره حکومت ساسانیا به شمار میره. قدمت این بنا به حدود 2000 سال میرسه. طاق کسری که در حال حاضر در ساحل شرقی رود دجله قرار داره، بلندترین طاق خشتی جهان بدون قالب ساخته دست انسان حساب میشه. ارتفاع ایوان مدائن حدود 37 متر، عرض دهانه آن 25 متر و عمقش 50 متره. بعد از گذشت سالیان دراز و تغییر در مرزبندی کشورها، طاق کسری که در گذشته در قلمرو حکومت ایرانیان قرار داشت، از ایران جدا شد و امروزه در کشور عراق قرار داره. ولی متاسفانه بی‌توجهی به این بنای تاریخی در طول سالیان اخیر سبب بروز آسیب‌های جدی به این طاق شده. در زمان حمله عرب به ایران، این کاخ در سده 7 میلادی غارت شد. سپس مدتی بعد از آن به عنوان مسجد ازش استفاده میشد و بعد از آن کم کم متروکه شد. مشهور است که فرش معروف بهارستان در این ایوان پهن شده بوده که در زمان هجوم عرب تکه تکه شد. واژه کسری عربی است که عرب‌ها پادشاهان ساسانی رو به اون لقب می‌خوندن و این کلمه معرب اسم خسرو هست که به لهجه عربی در اومده. تخریب این کاخ توسط منصور خلیفه عباسی معروفه. منصور خلیفه عباسی ابتدا شروع به تخریب این بنا کرد، ولی چون بعد از مدتی دید که این کار خرج گزافی روی دستش میندازه، از ادامه این کار منصرف شد. تصویری با دردی عمیق. در سال 2008 در یک باغ وحش اتفاق عجیبی میفته. گزارشگری که در حال تهیه گزارش از باغ وحش بود، گوریل افسرده و غمگینی رو میبینه و رو به گوریل میکنه و میگه چرا اینقدر ناراحت و افسرده ای؟ در همین لحظه گوریل دستشو بیرون میاره و به قفل قفس اشاره میکنه. بعد از این حرکت فرد گزارشگر به حامی حیوانات تبدیل میشه. 2 نشانه از بدن شما که هشدارهای مهمی به شما میده. کبودی‌های تصادفی. کبودی‌های تصادفی میتونه به معنای کمبود ویتامین باشه، اما همچنین میتونه نشونه‌ای از یک بیماری جدی‌تر مثل بیماری لخته شدن خون باشه. دوم، چین و چروک دست. چین و چروک روی انگشتان بدون قرار گرفتن در معرض آب میتونه به معنای کم آبی، گردش خون بد یا مشکل تیروئید باشه. چرا بعد از خوردن چیپس باید دهانمون رو آب بزنیم؟ چیپس حاوی کربوهیدرات‌های زود جذبی هست که در تماس با بزاق دهان تبدیل به گلوکوز میشه. این امر میتونه منجر به ایجاد یک پوسیدگی جزئی اما خطرناک در دندانهای شما بشه. به علاوه بقایای چیپس باعث تشکیل پلاک‌های دندانی میشه. بنابراین بعد از خوردن چیپس فراموش نکنید دهانتون رو آب بزنید. وقتی که سرما خوردین، ترجیحاً از لنز چشم استفاده نکنید. وقتی که عطسه میکنین یا با انگشتتون
چشمای خودتون رو لمس میکنین، باکتری ها میتونن روی سطح لنز نفوذ کنن. این امر خطر عفونت چشم رو چندین برابر میکنه. سیستم ایمنی ضعیف هم وضعیت رو از این بدتر خواهد کرد. موادی که عطر و بوی اونها میل جنسی شما رو ممکنه تحریک کنه: شکلات، وانیل، شیرین بیان سیاه، دارچین، کدو تنبل، موز، مرکبات، ذرت بوداده، زنجبیل. آیا میدونید پادشاه قلعه علموت کی بود؟ کریم خان، آریو برزن، آقا محمد خان، حسن صباح. فکر میکنید کی میتونه باشه؟ پادشاه قلعه علموت حسن صباح بود. اینم از دانستنی های امروز. امیدوارم همیشه سر حال باشید. لطفاً با لایک و کامنت هاتون به من انگیزه بدین و منو همراهی کنید.